در سال 2012 کشورهای اروپایی ایران از سیستم سویفت حذف میکنن که البته باعث میشه که ایران نتونه با کشورهای بیرونی معامله بکنه و این باعث از این میشه که ایران فروش نفتش کاهش پیدا بکنه، ارزش پول ایران کاهش پیدا بکنه و همچنان کالاها در خود ایران قیمتاش افزایش پیدا بکنه، مثل خوراک، پوشاک، ترانسپورت و غیره. اما در سال 2016 دوباره سویفت ایران به سیستم خود وصل میکنه. ولی در 2018 امریکا دوباره ایران از سیستم سویفت حذف میکنه. We have just sanctioned the Iranian National Bank. That is their central banking system, and it's going to be at the highest level of sanctions. So that just took place, and a couple of other things. و در سال 2010 بلژیم کره شمالی را از این سیستم به طور کلی حذف میکنه. در سال 2014 امریکا تصمیم میگیره که روسیه را از سیستم سویفت حذف کنه، اما با مخالفت شدید کشورهای اروپایی روبرو میشه. ولی بالاخره در سال 2022 با وجود مخالفت‌های بعضی از کشورهای اروپایی به شمول جرمنی که نمیخواستن روسیه از سیستم سویفت حذف شود، امریکا روسیه را از سیستم سویفت حذف میکنه. We commit to ensuring that a certain number of Russian banks are removed from SWIFT. This will ensure that these banks are disconnected from the international financial system and harm their ability to operate globally. خب حالا سوال اینجاست که سویفت چی است و مربوط کی میشه؟ سلام، در این ویدیو به طور واضح‌تر در این مورد صحبت میکنیم. پیش از سال 1970 یعنی نیم قرن پیش، بانکدارا از یک سیستم پیام‌رسانی مالی به نام تلکس استفاده میکردند که البته این سیستم قیمتی، وقتگیر، ناامن و پر از اشتباه بود که البته این باعث متضرر شدن بانکدارا میشد. و به می دلیل در سال 1973 239 بانک از 15 کشور در بلژیم جمع شده و یک سیستم جدید پیام‌رسانی مالی برای بانک‌ها را به نام سویفت که هم ارزان، هم مطمئن و هم سریع است تأسیس میکنند. خب سویفت یک سیستم پیام‌رسانی سریع بین بانک‌ها است، مثل واتساپ. البته واتساپ یک شبکه پیام‌رسانی اجتماعی است، ولی سویفت یک شبکه پیام‌رسانی مالی است که مختص به خاطر بانک‌ها ایجاد شده. تا فعلا بیشتر از 11,000 بانک، نهاد، شرکت‌های مالی از بیش از 200 کشور عضو این شبکه هستند که البته بیشتر از 40 میلیون پیام به طور روزانه با استفاده از سیستم بین بانک‌ها رد و بدل میشه. و البته بانک‌های افغانستان هم با این شبکه وصل است، مثل کابل بانک جدید که در سال 2001 عضو این شبکه شد، عزیزی بانک، میوان بانک و با قسم بانک‌های دیگه. و سویفت یک کد 8 و 11 رقمی رو استفاده میکنه که البته یک کد مشخص میسازه که پیام از کدام کشور و از کدام بانک روان شده. به طور مثال سویفت کد از زی بانک و میوان بانک میبینیم. البته 4 رقم اول از این کد بانک است، 2 رقم دوم از این کد کشور است، 2 رقم سوم از این موقعیت بانک است و 3 رقم آخر از این شعبه بانک است که معمولا اونقدر استفاده نمیشه. خب سویفت حداقل از 3 طریق پول میگیره. اولش پول عضویت. چون سویفت یک نهاد است، پس باید اونجا عضویت گرفته شود و به خاطر گرفتن عضویت یک پول یک دفعی است که البته اونجا پرداخت میشه. و در ضمن از خدمات اضافی که برای بانک‌ها ارائه میکنه، سالانه از او هم یک مقدار پول از بانک‌ها میگیره. و طریق سومش که البته عاید اصلی سویفت هم تشکیل میده، او از دریافت پول از طریق پیام‌ها. قسم گفتیم سویفت یک شبکه پیام رسانی است، یعنی صرف خدمات پیام رسانی را ارائه میکنه، یعنی کدام بانک نیست که به خود پول داشته باشه پول قرض بده. پس همین پیامایی که بین بانک‌ها رد و بدل میشه، سویفت از هر پیام پول دریافت میکنه که البته مقدارش مشخص نیست، چون نظر به حجم پیام و البته خدماتی که ارائه میشه مقدار تعیین میشه. خب سهامداران بزرگ سویفت گروهی 10 هستند که البته شامل امریکا، انگلستان، ایتالیا، جرمنی، فرانسه، کانادا، هلند، نیوزلند، بلژیم و سوئیسرلند است. ولی چون سویفت دفتر مرکزیش در بلژیم است، پس نهاد سویفت تابع قانون و مقررات مالی، امنیتی و تجاری کشور بلژیم و همچنان کشورهای اتحادیه اروپا است.
خب حالا از اینکه سهامدارای بزرگ سویفت همین گروه 10 هستن، پس سیستم سویفت از طرف بانک‌های مرکزی از این کشورها نظارت میشه، مثل بانک انگلستان، امریکا، بانک مرکزی اروپا، بانک ژاپن و همچنین از خود بلژیم. خب از اینکه سهامدارای بزرگ سویفت گروه 10 است، به این معنی است که مربوط یک کشور نه بلکه مربوط چند کشور است. پس چطور یک کشور میتونه یک کشور دیگر از این سیستم به تنهایی خود تصمیم بگیره و حذف کنه، مثل امریکا که روسیه را از سیستم خارج ساخت؟ خب با وجودی که سیستم سویفت مربوط یک کشور نمیشه، یعنی یک کشور نمیتونه به تنهایی خود یک کشور دیگر را از سیستم حذف کنه، اما دو دلیل امریکا دیگه دست بالا داره و میتونه کشورها را به تنهایی خود از سیستم حذف کنه. خب دلیل اولش استفاده دلار در معاملات جهانی است. طبق از این آمار چیزی کم 50% معاملات جهانی صرف به دلار انجام میشه و وقتی که معامله به دلار میشه به این معنی است که باید از طریق بانک‌های امریکا این نظاره شود و از اینکه با استفاده از دلار معامله میشه پس این باید از طریق بانک‌های امریکایی انجام شود و امریکا میگه که این پول رسما از جغرافی ما انجام میشه، پس به این معنی است که باید تابع قانون و مقررات مالی، امنیتی و تجارتی ما باشه. حالا شاید پول فیزیکی هم نباشه، شاید به شکل دیجیتال وجود داشته باشه، ولی هنوزم چون جغرافی امریکا انجام میشه پس به این معنی است که باید تابع قانون امریکا باشه و هر کسی که خلاف میل امریکا رفتار میکنه و قرار است که با دلار معامله بکنه پس به امریکا یک قمیته که در مقابل پول و در مقابل معاملهش امریکا تصمیم بگیره. خب حالا پول چگونه جغرافی امریکا گذر میکنه و نقش سویفت در انتقال پول چی است، کوشش میکنیم توسط مثال به طور واضح‌تری بفهمیم. خب فرض میکنیم یک کسی در کابل یک ماشین از برازیل فرمایش داده و قرار است $100,000 به برازیل پول بفرسته. پس یگانه راه حلش است که به بانک مراجعه بکنه تا پول به برازیل بفرسته. خب حالا بانک کابل با بانک برازیل مستقیم به تماس نیست و نمیتونه مستقیم پول بفرسته، چون معمولا برای بانک‌های بسیار مشکل است که با بانک‌های خارجی هر کشور به تماس باشن، حالا چی از نگاه اقتصادی باشه چی از نگاه قانونی باشه. پس در عوض بانک‌ها معمولا یک بانک میانجی انتخاب میکنن. خب حالا از که اکثر معاملات به دلار میشه، قسم گفتیم چیزی کم 50% معاملات به دلار است، پس معمولا این بانک‌های میانجی در امریکا می باشه و در این بانک‌های میانجی پول از این بانک‌ها معمولا جمع می باشه تا در صورت ضرورت اونا بتونن به کشورها پول بفرستن. خب حالا دقیقاً بانک کابل هم از اینکه نمیتونه مستقیم به برازیل پول بفرسته و یک میانجی در امریکا داره، پس با میانجی به تماس میشه که ما میخوایم $100,000 در حساب از این شخص در برازیل پول بفرستیم. خب حالا در اینجا دو بانک میانجی وجود داره، یکی که مربوط بانک برازیل میشه، یکی که مربوط بانک کابل میشه. حالا میتونه که هر دوی از یک بانک باشه، یعنی میتونه که هم بانک برازیل و هم بانک کابل یک بانک میانجی داشته باشن، یک بانک استفاده بکنن، ولی میتونه جدا جدا هم باشه. خب حالا در صورتی که جدا جدا می باشه پس بانک میانجی کابل با بانک میانجی برازیل به تماس میشه، یعنی معمولا مشخصات و معلومات هم میفرسته و بانک میانجی که در امریکا است البته از برازیل با بانک برازیل مشخصات هم میفرسته و این بانک پول به گیرنده تسلیم میده. خب حالا همین وقتی که بانک کابل با بانک میانجی به تماس میشه و بانک میانجی با بانک میانجی دیگه و اما قسم بانک میانجی با بانک برازیل که به تماس میشه، اینا معمولا از ایمیل، تلفن یا واتساپ استفاده نمیکنن، از این سیستم سویفت استفاده میکنن. خب حالا از اینکه بانک‌های میانجی معمولا بانک‌های امریکایی است، یعنی در امریکا است، پس این معامله در امریکا انجام میشه و این خودش به امریکا حق ویتو را میده، چون که این معامله در جغرافی امریکا انجام میشه، پس باید تابع قانون امریکا باشه. خب حالا یک سوال دیگه هم شاید در ذهنتان گشته باشه و ویدی که آیا برای سویفت کدام جاگزینی وجود داره، یعنی کدام سیستم دیگه بر علاوه سویفت وجود داره که بانک‌ها بتونه استفاده بکنه؟ جواب واضح تر است که بله، سیستم های دیگه وجود داره،
اما قسمی که در شروع گفتیم که در شبکه سویفت بیشتر از 11,000 بانک از بیشتر از 200 کشور عضو هستند. پس این قسم یک سیستم که بیشتر از 11,000 بانک و بیش از 200 کشور روشان با تماس باشه وجود نداره. و همچنین کشورهای بریکس مثل چین، هند و روسیه در تلاش ازی هستند که سیستم را ایجاد کنند تا باشد جایگزین سویفت شود که البته بیشتر در این مورد در ویدیوی بعدی صحبت خواهیم کرد. سلامت.